تو میخواندی و میشد آب هر یک سنگ کوهستان، فراخوا میشد پهنا جهانی تنگ کوهستان. تو میخواندی و میتابید اندر دیده مردم، و چندین جلوه دنیای رنگارنگ کوهستان. اپر نگینه سیمای تاجیکی داشت، لباس تاجیکی داشت، گفتار تاجیکی داشت، آوازخوانی تاجیکی داشت. هر چیزی که نگینه از من آوازخوانی کرده است، خودش انتخاب کرده است. اما سرود آخرینش که 3 روزه ارمانم، 100 ساله یک روزه مهمانم، 100 ساله ارمانم، این با خواهش خود نگینه نوشته شده است. من اصلا سرود نمی‌نویسم، اما وقتی که نگینه که من آهنگ بالا است اما سرود نمیشد و سرودی باید بالا نوشت، گفتم دلت نویسم، گفت آره دلم نویسم. و همین بود که جانی جانی جانم، عشق گل افشانم، یک روزه مهمانم، 100 ساله ارمانم. منم میگم که نگینه یک روزه مهمانم، 100 ساله ارمانم. او صادق به اسلوب خود ماند، صادق به اون صنعت مردمی و اصیل ملی ماند و همیشه مخلصش رو مجبور میکرد که از قفای او برود و هیچگاه با مخلصش خیانت نکرد و مخلصان اپی نگینه با او هم تا با آخر صادق ماندند. و این ویژگی اپی نگینه بود که او را از دیگر صنعتکاران که همیشه در پی بازار هستند و اسلوب خود را وابسته با برداشت بازار تغییر میدهند، او را فرق میکنند از دیگران. بر مزرعه خشک باران خواهد، باران خواهد، شادابی اهل روزگاران خواهد.